با سلام به فقهای گاگول شوربای نگهبان، جلسه تایید صلاحیت کاندیداها رو شروع میکنیم. حاج شیخ قلی شلغم، بیا ببینم چی داری تو چندت. حاج آقا، یک کاندیدای انتخاباتی داریم به نام دکتر سالارمنش، فوق دکترای علوم سیاسی، کارشناس امور بین الملل. خب بگو ببینم چند بار تا حالا رفته مرقد امام برای تجدید عهد با آرمانهای امام راحل؟ یه بار از اتوبان تهران قم رد شده، از دور یه نگاهی به اونجا انداخته. رد صلاحیت آقا جان، رد صلاحیت. حاج شیخ نظر تربچه، شما بگو. حاج آقا، یک کاندیدا داریم تا حالا 30 بار با آرمانهای نظام تجدید عهد کرده، 50 بارم سابقه وزارت و وکالت داره، 60 تا هم سخنرانی علمی پژوهشی تو دانشگاه‌های معتبر داشته. کفیه ولایت پسند میندازه گردنش یا نه؟ کفیه؟ نه، یادش میره بدبخت. رد صلاحیت آقا جان، رد صلاحیت. برو بعدی. یه کاندیدای 2 کاربراتوره داریم که 100 بار تا حالا با ارزش‌های امام تجدید عهد کرده. کفی هم میبنده بدبخت، حتی تو خواب. تا دلت بخواد مدرک حوزوی داره، وزیر و وکیل و همه چی هم بوده، فقط تو تصادف پای چپشو از دست داده. یعنی با پای راست وارد قضیه میشه؟ بله دیگه. رد صلاحیت آقا، رد صلاحیت. حاج آقا، یک کاندیدا داریم که خود مقام عظمای ولایت معرفی کرده. به به، اصل جنسه. تایید صلاحیتش کن. حاج آقا، فقط ایشون قبلا در چند فقره اختلاس متهم شده. متهمه، اتهامش که اثبات نشده. حاج آقا، این بابا تو قتلای زنجیره‌ای هم دست داشته ها. ای بابا، اونا رو که خود مقام عظما هم دست داشته. پرونده فساد اخلاقی هم داره ها حاج آقا. ولایی بودن مهمه شلغم جان، ولایی بودن. حاج آقا عمل داره، عملش هم سنگینه ها. ای جانم، میگم ولایه یعنی همین دیگه، مثل مقام عظما مرد عمله. حاج آقا، طرف دزده ها. چقدر عالی، پس معلوم شم اقتصادی خوبی هم داره. آخه حاج آقا، آخه بی آخه، صلاحیتش تایید تمام. همین یه کاندیدا هم بسه. مقام عظما گفته نباید 2 قطبی بشه.